یکی از نماینده‌های مجلس گفته که اگر مکانیزم ماشه رو فعال کرد غرب که کرد، ما هم بیایم راه کشور رو باز کنیم و جلوی مواد مخدر رو نگیریم، سرازیر بشه به سمت اروپا مواد مخدر. بالاخره یکی یه حرف درست حسابی زد. مکانیزم ماشه رو فعال میکنید، همتون رو تریاکی میکنید. اینه که ما این هزینه‌ای که تحت انسداد و مانندون تعریف میکنیم اینا رو رها کنیم، میگیم ما فقط داخل مملکت ما نشین، هر کی هر جا میخواد بره. این شد یه تهدید درست حسابی. واقعا چیزی که خانمانسوزه. بعد یه باگ بزرگ ممکنه داشته باشه، اونم این که تو این مسیر که داره میره مردم خودمون ممکنه استفاده بکنن دیگه. یعنی یه راهی پیدا کنیم که مستقیم از شرق کشور افغانستان که وارد میشه یه ضرب بره به سمت غرب. جدی یه خط لوله از شرق به غرب که این لوله رو خودمون دستی نداشته باشیم، چون ما استعدادش هم داریم واقعا. آقا یک کاغذ به من میدید من نشون بدم به صورت شماتیک. دوستان نگاه نکنید، این یه مقدار بدآموزی هم داره. فرض کنید این شرق کشوره، این غرب کشوره. اینور با سیخ و سنجاق یه نفر وایسه، اینور غرب. البته نه، برعکس میشه. آره دیگه. آره اینور یه نفر وایسه با سیخ و سنجاق، اینور یه نفر وایسه غرب بکشه تو. بعد بعدا میتونیم چقدر درآمدزایی بکنیم از این. آقا غرب که این دود میره به سمتش، خب چه اتفاقی میافته؟ احتیاج به چای نبات دارن بعدش. چای لایجان، نبات مشهد، یه خط لوله دیگه میکشیم میفرستیم میره. ما که نمیخوایم خدای نکرده قند غرب بیافته که. بعد میتونیم یه خط لوله اینوری برعکس بزنیم، این وووزلا از اینور داریوش پخش کنیم، تو اونور تو کل غرب صدای داریوش بپیچه. ببینم یه دونه غربی دیگه میتونه معتاد نشه. آقا هر چه سریعتر اینو شروع کنید. بعد از یه مدت میبینی غربی‌ها مثلا دارن 5 طبقه میسازن. مثلا بگید 5 طبقه ساختن چیز خوبیه؟ بله برای ما چیز خوبیه، ولی برای اونایی که از قبل برجای 30 طبقه 40 طبقه دارن 5 طبقه یعنی پسرفت. مثلا بگید تو اینا رو از کجا میدونی؟ امیر حسین این همه اطلاعات در مورد این قضیه از کجا داری؟ از کجا دارم؟